احتمالاً اسم مارهای آناکوندا به گوشتان خورده است. در حال حاضر 3 نوع از این گونه مارها شناسایی شدند که عبارتند از آناکوندای سبز، آناکوندای زرد و آناکوندای خالخالی که آناکوندای سبز بزرگترین و معروفترین آنها می باشد. جانورانی از جمله ماهی، پرندگان و حتی پستاندارانی که در اطراف دریاچه و باتلاق زندگی می کنند را شکار می کنند. هیچ کدام از این مارهای بزرگ سمی نیستند. نحوه شکار کردن مارهای آناکوندا به این صورت است که دور طعمه خود می پیچند و آن را خفه می کنند. توی این ویدیو 7 از خطرناکترین شکارهای مار آناکوندا رو بررسی می کنیم، پس تا آخر ویدیو همراه ما باش. شماره 1: حمله مار آناکوندا به گاو. توی این ویدیو میبینید که مار آناکوندا خودش رو به یک مزرعه یا گاوداری رسونده و در صدد شکار این گوساله بخت برگشته است و این گوساله هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه خودش رو از دست این مار آناکوندا نجات بده. اگه تا اینجای کار از ویدیو خوشتون اومده حتما اون رو لایک کنید. شماره 2: حمله مار آناکوندا به آهو. خانواده آهوها به خاطر زیستگاه مشترکی با مار آناکوندا دارن طعمه بسیار راحت و سریع الوصولی واسه مار آناکوندا حساب میشن. تو این تصویر میبینید که مار آناکوندا چطور خودش رو دور این آهوی بخت برگشته میپیچونه و باعث مرگش میشه و شروع به خوردن طعمه خودش از نوک تا انتهای پاهای این حیوان میشه. حجم مار آناکوندا در برابر آهو رو ببینید، واقعا هولناکه. ببینید که مار آناکوندا چطور خودش رو به دور این آهوی بیچاره میپیچونه و باعث قطع جریان خون و مرگ آهو شده و در آخر از پوزه آهو شروع به خوردن این حیوان میکنه. مار آناکوندا آنچنان خودش رو دور این آهوی بیچاره میپیچونه که باعث پاره شدن شکم و بیرون زدن اعما و احشای این بخت برگشته میشه. شماره 3: حمله مار آناکوندا به تمساح. شاید تعجب کنید و با خودتون بگید مگه میشه که مار آناکوندا بتونه تمساح رو شکار کنه؟ در کمال تعجب باید بگم بله. به خاطر زیستگاه مشترکی که با مار آناکوندا دارن اغلب مورد شکار این حیوانات بزرگ و عظیم الجثه قرار میگیرن. ببینید که چطوری خودش رو دور تمساح پیچیده. جریان خون رو در بدن تمساح کند میکنه و باعث مرگش میشه. همونطور که میبینید چشمای تمساح گشاد شده و در آخر باعث مرگش میشه. اگه به ویدیوهای حیاتی وحش علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون رو به دیگران معرفی کنید. شماره 4: شکار سگ توسط مار آناکوندا. سگ‌ها به خاطر جسارت و حس کنجکاوی که دارن خودشون رو به مار آناکوندا نزدیک میکنن که باعث میشه مار آناکوندا اونها رو شکار کنه. ببینید که این سگ چطور از دست این مار آناکوندا به کمک اهالی محلی نجات پیدا میکنه. شماره 5: شکار خرگوش توسط مار آناکوندا. مارهای آناکوندا خودشون رو به آرامی به خرگوش نزدیک میکنن و با یه حرکت برق‌آسا اون رو شکار میکنن و طبیعتا بلعیدن خرگوش برای مار آناکوندایی که میتونه یک گاو یا آهو رو ببلعه کار بسیار راحتیه. شماره 6: خوک. خوک‌هایی که توسط مردم بومی اون منطقه پرورش داده میشن اغلب مورد حمله مارهای آناکوندا قرار میگیرن. تو این ویدیو میبینید که اهالی بومی چطوری یک خوک رو از دست این مار نجات میدن.
ترسناکه. اگه به ویدیوهای حیات وحش علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون رو به دیگران معرفی کنید. شماره 7 شکار کپیبارا توسط مار آناکوندا. این جوندگان به خاطر زیستگاه مشترکی که با مار آناکوندا دارن اغلب توسط این مار عظیم و جثه مورد حمله و شکار قرار میگیرن. مار آناکوندا خودش رو به آرامی به کپیبارا نزدیک میکنه و با یک حرکت برق‌آسا اون رو میگیره و با آرواره های محکمش اون رو آنقدر فشار میده که در نهایت کپیبارای بیچاره مرگ رو به زنده موندن ترجیح میده. از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودین از شما سپاسگزاریم.